همتون فکر کنم محصول جدید اپل یعنی ویژن پرو رو شناختین و آشنا شدین. این محصول واقعا تحول جدیدی توی دنیای تکنولوژی به وجود آورد و مثل اینکه قراره یه انقلاب جدیدی توی صنعت تکنولوژی صورت بگیره. همین که متوجه شدم این محصول خیلی طرفدار زیادی داره و همه عاشقش شدن، دست به کار شدم که ویژن پرو رو بیارم به شهر خودمون یعنی لس آنتوس و با قیمت خیلی مناسب بفروشم و پول خوبی ازش در بیارم تا اینکه یه اتفاقایی میفته و شرکت اپل از من شکایت میکنه. این ویدیو رو حتما تا آخرش ببین، مطمئنم عاشق این ویدیو میشی. خب بچا اول از همه بگیم ببینم نور صورتم چطور شده. یه نورای جدیدی خریدم، میخوام ببینم نظر شما چیه، نورم چطور شده. و اینکه خیلیاتون گفته بودین که داشلی لوح چرا طلاییه. بچا این لوح همون لوح 100K یعنی لوح نقره‌ای یوتیوب. من نور سفید روش مینداختم خوب دیده نمیشد، برای همین نور زرد میندازم یکم بهتر دیده میشه و همه فکر کرده بودن که لوح طلاییه. نه بچا من اصلا چنل میلیونی ندارم، ولی ان شاءالله یه روزی به چنل میلیونی و به لوح طلایی برسیم. بچا الان من هر جای شهر میرم این تبلیغات این ویژن پرو این محصول جدید اپل چی اومده الان نگاه کنی، همه جا هستش دیگه. بچا یه عینک همجوره عینک معمولی میخوای بزنی به چشت، خب که چی بابا ولمون کنین دیگه. همه جا یعنی تبلیغش هست. من هر جا میرم تبلیغ این ویژن پرو رو دارم میبینم دیگه. یعنی توی شهر پر شده و خیلی هم طرفدار داره. نگاه کن این ورم زدن. شیطونه میگه بچا به لستر زنگ بزنم بگم که این محصول میتونه برام پیدا بکنه، وارد شهر بکنیم و بفروشیم و خلاصه پول خوبی به دست بیاریم. فقط الان خیلی سریع بریم شه لستر ببینم مثلا این محصول رو میشناسه یا نه. به بابا ما این آهنگم سرویس میگم. خب آقا بریم ببینیم لستر خونه است یا نه. لستر جون، لستر. بابا چطور لستر، خوبی؟ سلام، چطور فرانکی؟ چه خبر؟ قربونت مرسی. لستر میگم این محصول جدید اپل اومده ویژن پرو چیه؟ همین عین وی آر میزنم به چشم. خب آره. حاجی از اینا میتونی برای من پیدا کنی؟ میخوام وارد کنم. آره میتونم برات پیدا کنم. برای چی میخوای؟ برای چی که میخوام بفروشم دیگه. یعنی چی برای چی میخوای؟ باشه فقط یکم زمان میبره تا سفارش بدم بیاد. چند تا میخوای؟ ببین نمیدونم، ببینم یه 5 6 تایی سفارش بده. اگه فروشش خوب بود بهت میگم که زیاد بیاری. باشه پس من سفارشا رو میدم، 5 تا میرسه دستم. 5 تا که رسید حالا اگه فروختی خوب بود بهت یه نفر رو معرفی میکنم که از اون میتونی تعداد بالا بخری. آهان آره تو 5 تا رو بیار. اگه حالا خوب فروش رفت با اون یارو همکاری میکنیم و فروش زیاد و سکی دیگه اصلا داشلی پولدار. حله پس تو برو، هر وقت رسید زنگ میزنم. باشه پس رسید تو زنگ میزن دیگه. خدافظ. این محله لسه پدر سوخته ماشینمو دزدیدن 4 روز بعد. هی واقعا هوای گشت. لستر داره زنگ میزنه، بزنم چی میگه. الو سلام، چطور لستر؟ سلام فرانکی، رسید؟ کی رسید؟ بابا اسکل ویژن پرو رو میگم دیگه. آها راست میگه. من چرا ای باشه رسید الان خونت دیگه. آره اینجاست، بیا ببر. باشه من 10 دقیقه میرسم. خدافظ. خب بچه‌ها ویژن پرومونم رسید و آقا بنازم دیگه. 5 تا بچه‌ها سفارش داده بودم، بریم اون 5 تا رو برداریم و ببریم بفروشیم دیگه. بچه‌ها یه دوست دارم به اسم چی، لامار رو که فکر کنم دیگه همتون میشناسید. این بشر کلا تو فروختن استعداد خیلی خوبی داره. به لامارم میخوام بگم که لامار بیا دمت که اینا رو بفروشیم و پول خوبی میتونیم به دست بیاریم و اینکه فکر کنم همکاری خوبی باشه و پول خوبی هم واقعا به دست بیاریم. من بتونم بالاخره یه ماشین جدید نه خوشحالی ماشین جدید نمیخره بچا، همین ماشین میخوام اسپورت کنم عشق باشه. و اینکه الان بریم خونه لستر ببینیم اونا رسیدن یا نه. آقا رسیدیم، امیدوارم که لستر اینجا. سلام داداشم لستر، چطوری؟ خب سلام لستر، خوبی؟ محصولا رسید؟ آره اینهاش. آره فرانکی رسید. هر کدوم قیمتش افتاد $1000 ولی تو بعد اینا رو $3500 بفروشی. اینا هر کدوم $1000 افتاد بعد $3500 بفروشم. قیمت شرکت دیگه 3500 داره. آره قیمت شرکته. خب ببین من این کار نمیکنم بچا. 3500 میفروشیم، 2500 میفروشیم ارزون که همه بیان بخرن و کلا بازار رو دست خودم میگیرم. آقا محصول همینه دیگه ویژن پرو. بنازم دیگه بچا. 1 2 3 4 5. اون یکی چه اسمی میاد؟ اون یکی رو اشانتیون داده بود. اونا رو اشانتیون داد. بابا دمش گرم. حل من اینا رو میذارم صندوق ماشین، فروختم پول تو رو هم میدم دیگه. ببین مطمئنشم پولمو میدی دیگه. تو هیچ وقت پول منو نمیدی، بدهیاتو حساب نمیکنی، بدهیاتو تصفیه نمیکنی. بابا میدم. حالا خیر سرت رفیقتم. اصلا بچا بهش یه چیزی بگم ولی بیخیال شدم. آقا ما اینا رو بذاریم پشت ماشین و بریم دنبال لامار، اینا رو بریم بفروشیم. بچا دیشب من یکی از ویژن پرو ها رو به دوست لامار فروختم به قیمت $2500 و الان نگاه کنید $2500 ما پول داریم و الان داریم میریم مغازه‌های مختلف، مغازه‌های با کلاس، میریم اونجا بهشون میگیم که آقا پدر
آره بچه‌ها میگفتم الان میریم مغازه‌هایی که بالا شهرن و خیلی خفن و لاکچریان، بهشون توضیح میدیم که این محصول چیه و ازمون خریداری میکنن. اگه هم راضی بودن به مشتریاشون میگن و خیلی بیشتر میتونیم بفروشیم. الان یه لباس فروشی اینجا هست که یه حدس خانومی هست و اسمش سوزانه. سوزانم که دیگه تیپ زدم بچه‌ها، میبینید دیگه باید خوش تیپ باشی بفروشی. لامار تو اینجا وایسا، من برم به سوزان بگم ببینم از این محصول میخواد یا نه. امیدوارم که بتونم بفروشم. سلام سوزان، خوبی؟ سلام، چطوری فرانکلین؟ خوبم مرسی. سوزان میگم یه محصول من آوردم، واردات کردم، قانونی هم هست، خیالت راحت. محصول اپل ویژن پرو رو دیدی؟ همونی که عینکه؟ آره همون عینکه خیلی خفنه. ببین من از اون وارد کردم، الان توی شهر هیچ کسی نداره. یعنی تو بخری فکر کنم میشی دومین نفری که توی جزیره لس سانتوس اون محصولو داره. و اینکه از قیمت شرکت هم من $1000 ارزونتر میدم، چون عمده خریدم ارزونتر میفروشم. الکی واقعا فرانکلین میتونم از نزدیک ببینمش؟ آره الان از تو ماشین میارم. لامار برو یه دونه همون ویژن پرو بیار، دمت گرم. آره سوزان ببین اینه، همین پیش خودت بمونه، اصلا این محصول لایق توئه، اصلا ببین بهت میاد. اینو تو داشته باشی نگاه میتونی هم سر کار، میتونی هم فیلم نگاه کنی، هم به تماسات پاسخ بدی، هم میتونی حواست به مشتریات باشه. خیلی خوبه واقعا فرانکلین، وای خیلی جالبه. اگه راضی بودم حتما به دوستام میگم که بخرن. آره اتفاقا به دوستاتم بگو، میگم که محصول فوق العاده است. حله بیا اینم 2500. اوه بچا $2500 هم از سوزان گرفتیم و الان $5000 پول داریم. سوزان بازم گفتم دیگه اگه از رفیقات خواست حتما بهم خبر بده. باشه باشه فرانکلین، مرسی، خدافظ. بچا الان 2 تا فروختیم و 3 تا دیگه داریم و این 3 تا هم باید بفروشیم. لامار کسی سراغ داری که بهش بفروشیم؟ هی فرانکلین، میگم چرا به رفیقات نمیفروشی؟ به رفیقام مایکل؟ راست میگی بچا، هم به مایکل میتونم بفروشم هم به جیمی همون پسر مایکله. آره فرانکلین، هم به مایکل میتونی بفروشی هم به جیمی. بعد اگه خوشش هم بیاد خواهرش هم میتونه بخره، خواهر جیمی یعنی دختر مایکل. راست میگه بچا، من میتونم 3 تاش هم همزمان به مایکل بفروشم. بزن بریم پیش مایکل. بودو بچا رسیدیم به مایکل، زنگ زدم بهش گفتم که بچه‌هاتو جمع کن، یه چیز سورپرایز خیلی خفن واسط دارم و میبینید اینجا هست. سلام به همگی. سلام، چطور فرانکلین، خوبی؟ قربونت مرسی. مایکل یه محصول آوردم، یعنی ببین خوراک خودتون، اصلا خوراک خانواده‌تونه. ببین جیمی که عشق بازی و تکنولوژیه، دخترت هم که از هر چیزی که جدید بیاد یعنی میخواد دیگه، خودت که دیگه اخلاقشو خوب میشناسی، و واسه خودت هم که چون کارت بیزینس و از این چیزاست دوست داری همچه حواست به بازار و اینا باشه، این محصول اصلا خوراک خودته. ببین مایکل یه محصول است به اسم ویژن پرو، یه عینکه که اوه فرانکلین، میخوره محصول خفنی باشه. الان کنارته؟ آره بچه‌ها مخشو شستشو دادم مثلا مثل چی. لامر بیا یه 3 تا از این محصول برای آقای مایکل عزیز بیاریم. آره مایکل خیلی خوبه. ببین قیمتش هم نسبت به شرکت واقعا ارزون‌تره، $1000 ارزون‌تر نه. الان تو 3 تا سفارش دادی $5000 میشه $7500. اوکی بابا فرانکلین دمت گرم، من اصلا بهت $8000 میدم. این بچه پولدار به این میگن. بابا دست شما درد نکنه دیگه. ببین مایکل اگه باز از دوستات اینو خواست، جیمی تو هم اگه از دوستات خواست حتما بهم بگین، واسهشون اوکی میکنم. باشه همه فرانکلین. دمت گرم دیگه. آقا با ما کاری ندارین، ما دیگه بریم. نه فرانکلین دمت گرم، خدافظ. لامر بیا بریم. بچه‌ها 5 تاشم الان فروختم و به لحظه میخوام بگم که شماره اون یارو که میگفت عمده میاره ارزونتر هم میافته، شماره اونو بگیرم و بریم یه چند تا دیگه هم بخریم. خب بچه‌ها الان من شماره اون یارو رو گرفتم، باهاش هماهنگ شدم، همون یارو که اوه چقدر ویژن پرو داره. بچه‌ها بهش گفتم که اینجور دارم میام و بخرم و اینا، گفت اوکی بیا، فقط نمیدونم بهش چجوری اعتماد کنم. سلام آقا، خسته نباشید. سلام بزر جون، فرانکلین تویی؟ آره فرانکلین. من چقدر ویژن پرو دارین پدر سوخته. آره منم. خب بگو ببینم چند تا لازم داری؟ من بچه‌ها چند تا بخریم؟ 10 تا خوبه؟ من فعلا یه 10 تا 20 تا لازم دارم دیگه. 20 تا. پس آدرس خونه‌تو بده میفرستم اونجا. دمت گرم دیگه. بعد پولش حالا چجوری باید بدم؟ پولش همین الان پرداخت می‌کنی، منم میفرستم میاد. پولشو همین الان پرداخت می‌کنم. حالا 20 تا بخرم چند تومن میشه؟ 20 تا بخری واسه تو هر کدوم 1000 تا حساب می‌کنم میشه 20000 تا. اوه 20000 تا. بچه خوبه دیگه، 10 تاشو بفروشم پولش در میاد. باشه بیا بگیریم 20000 تا رو. من آدرسم بهت میگم، اینا رو بفرست اونجا. دمت گرم پسر. حل خونه‌تو بگو کجاست، من اینا رو میفرستم. باشه خونم بهت اس ام اس میکنم دیگه. خدافظ. خداحافظ. خیلی پسر گلی هست. این پسر گلی هستی و گفت مشکوکه. پدر سوخته چه ماشینی داره. آقا من الان اینا رو سفارش دادم، بچا بریم خونه. فکر کنم تا امشب بفرسته اینا رو، ویژن پرو رو. خب بچا رسیدیم خونه و دیروز محصولا رسید دستم، خدا رو شکر همشون. و اینکه سوزان داره زنگ میزنه، ببینم چی میگه. الو سلام، چطوری سوزان؟ سلام فرانکلین، خوبی؟ قربونت مرسی. سوزان از اون محصول راضی؟ آره فرانکلین خیلی. الان 7 از دوستام میخوان. چی؟ 7 از دوستاتم از همون ویژن پرو میخوان؟ آره همون زنگ زدم بهت بگم که آماده کنی بیاری برام.
پشمام بچه‌ها 7 تا از دوستای سوزان از همون محصوله میخوان. پشمام اگه بچه‌ها 7 تا به دوستای سوزان بفروشیم اونا هم برن به بقیه بگن دیگه تمومه. باشه سوزان من همین یه 20 دقیقه میارم واسط. خدافظ. بچه‌ها آقا برو بریم. فقط ویژن پرو رو من گذاشتم تو اتاقم بریم